اگرچه اقتصادی روسیه از تحریمات نفسگیر کننده رنج میکشد، ولی ساحه نفت و گاز آن همچنان پول نقدی زیاد به دست میآورد. برعکس انتظارات، صادرات نفت روسیه چندان کم نشده است. بسیاری ها از جمله آژانس بین المللی انرژی و مشاوران می گفتند که شاید تولید نفت روسیه در ماه اول از 2 تا 3 میلیون بشکه کم شود، ولی شاید کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته باشد. به فکر من حالا مقامات اتحاد اروپا میگویند اکنون چی باید کنیم؟ روسیه به تحریمات غرب هم پاسخ داد و اروپا را مجبور کرد به جای گاز و نفت روسی منبع‌های دیگری انرژی جستجو کند. در فرانسه کشاورزان از حاصل بعضی از زراعت غله‌دانه و پارو گاز حاصل میکنند که برای صدها و یا هزاران خانواده کافی است. در پرتغالیا یک نیروگاه شناوری خورشیدی برابر به میدان فوتبال را به کار انداختند که تلاش برای دست کشیدن از گاز و نفت حساب می شود. معاون صدر اعظم آلمان چند پیش روسیه را به آن متهم کرد که گاز و نفتش را به حیث اسلحه استفاده می برد. در این میان قیمت این مواد سوخت بالا می رود، یعنی روسیه نفتی کم می فروشد و پول زیاد به دست می آورد. این یک تضاد است. هر قدر صادرات نفت روسیه کم شود، قیمت آن برای خریداران این نفت بالاتر می رود. شاید سیاستگزاران اتحاد اروپا این درد را تحمل کنند، اما از بازار بیرون کردن فروشنده بزرگترین نفت و محصولات آن در جهان به اثرات اقتصادی نمی ماند. تأثیر آن جهانی می شود. یک تأثیر دیگرش به انتقال مال و کالا در بازارهای جهانی است، چون افزایش قیمت مواد سوخت خرج باربری را زیاد می کند. اما با گفته کاهل، یک پیشنهاد اروپا برای تحریم دیگر به ضد روسیه ممکن است که سخت به اقتصاد این کشور ضربه بزند. اگر بیمه حمل و نقل را قطع کنند، یگان شرکت برای بارکشی از روسیه بیمه گرفتن نمی توانند. این یک خطر کلان است. اگر کشتی غرق شود یا به زمین برخورد، اگر یک فلاکت اکولوژی شود و آنها همه بیمه نداشته باشند، چی می شود؟ در حالی که اروپا در پی منابع نوی انرژی می گردد، به گفته کاهل، طلای روسیه در فروش نفت به هند و چین اندک بلندی کرده است. هرچند روسیه نفتش را ارزان و $30 کمتر از قیمت جهانی به آنها می فروشد.